سلام، من آوام و این قسمت اول کار با نرم افزار ایلستریتور هستش که ما میخوایم طراحی لباس با این نرم افزار رو یاد بگیریم. توی قسمت اول من میخوام بیشتر روی ابزارها و حالا شروع کارمون توضیح بدم. ما برای هر کاری، یعنی برای اجرای هر کاری نیاز داریم که یه صفحه سفید باز بکنیم که به 3 روش توی این نرم افزار میشه انجام بشه. یا اولین روش اینه که روی فایل نگه داریم و نیو رو بزنیم و یه صفحه جدید باز بکنیم. روش دوم اینه که روی نیو فایل میزنیم و حالا یه صفحه سفید جدید باز میکنیم. روش سوم استفاده از شورت‌کی ها هستش. این روش یعنی کلا توی این نرم افزار به شما کمک میکنه که سرعتتون رو بیشتر بکنه. حالا حتمی نیست که شما تمام اینا رو یاد بگیرین کلیدها رو، ولی خب به هر حال بهتون کمک میکنه تا اونجایی که میتونید سعی بکنید با کلیدها کار کنید، قطعا کار شما رو آسان‌تر میکنه. حالا برای باز کردن صفحه جدید از روی شورتکت کنترل ان رو نگه میدارم و یه صفحه جدید به ما میده. توی این قسمت اینه که میبینیم پروفایل های ما هستن که روی هر کدومشون کلیک بکنیم ابعاد مختلف رو به ما نشون میده. اولیش ریسنت که خب اون فایل هایی هست که من اخیرا باز کردم. قسمت سیو هم برای ما غیر فعال هستش چون ما از برنامه‌ای که استفاده می‌کنیم اورجینال نیست و این قسمت به سایت خود ادوبی وصل هستش که ما بهش دسترسی نداریم. این حالا پروفایل هر چیزی که مربوط به موبایل هستش. تو قسمت تب موبایل میتونیم ازش استفاده بکنیم اگر می‌خوایم یک استوری برای اینستاگراممون درست بکنیم یا هر چیز دیگه از این حالا اندازه ها استفاده می‌کنیم. وب هم هر چیزی نسبت به حالا مربوط میشه به وبسایت، هر کاری که نسبت به وب انجام میدیم رو از این قسمت انجام میدیم. فیلم و ویدیو هم قسمت برای فیلم ها و ویدیو ها مونه. اگر بخوایم تیزر درست بکنیم، انیمیشن درست بکنیم، هر چیزی که مربوط به فیلم از این قسمت وارد میشیم. دو قسمتی که برای ما طراح لباسا خیلی مهمه، یکیش پرینت هست و یکیش آرت ایلستریشن که ما در واقع میخوایم کار رو انجام بدیم و روی کاغذ چاپش بکنیم. ما توی ایران ببینید بیشتر از همون نهایتاً A3 و A4 و A5 استفاده میکنیم چون بیشتر از این رو نمیتونیم، بزرگتر از این رو نمیتونیم استفاده بکنیم. حالا میریم توی این قسمت از تنظیمات. ببینید بچه‌ها این قسمت در اینه که ما روی فایلمون اسم گذاری بکنیم که مثلا من میخوام یه فایل رو درست بکنم به اسم آوا. اینجا توی این قسمت مینویسم آوا شعبانی که این خیلی مهمه. شما هر فایلی که درست میکنید برای اینکه گم نشه ما از این قسمت میتونیم نامگذاری بکنیم. قسمت حالا برای تعیین اندازه هاست که میتونیم تعیین بکنیم. و یه موضوع دیگه اگه اندازه هایی داشته باشیم که خارج از اندازه های این A4 A3 هر چیز دیگه باشه میتونیم اینجا خودمون به صورت دستی وارد بکنیم که میتونیم به صورت دستی واردشون بکنیم. حالا به این کاری که ما کردیم یعنی اندازه هایی که خودمون خواستیم رو وارد کردیم بهش کاستوم هم گفته میشه یا حالا اون سفارشی بودنشه. این گزینه حالت بعدی این گزینه‌مون گزینه هستش که حالا میتونیم واحد اندازه‌گیریمون رو واحد اندازه‌گیری هستن که میتونیم مشخص کنیم که خب ما میتونیم بین میلیمتر و سانتیمتر کار بکنیم. و حالت بعدی اورینتیشن هستش، یعنی جهت کاغذ رو مشخص میکنه. این حالت کاغذ رو مشخص میکنه. حالا اگر بخوایم افقی بکنیمش، عمودی بکنیم. این قسمت تعداد آرتبورد هامون رو مشخص میکنه که چند تا آرتبورد، مثلا اگر بخوایم پورتفولیو کار بکنیم، کالکشن کار بکنیم، میتونیم از اینها استفاده بکنیم. این قسمت اصلا به درد ما نمیخوره. من نمیخوام خیلی گیجتون بکنم. قسمت بعدی ببینید وقتی که شما باز میکنید به این حالت اگر ادوانس رو بزنید این چند تا گزینه رو براتون باز میکنه که این قسمت مود رنگیه. این دوتا که ما CMYK رو انتخاب میکنیم که حالت چاپی بهتری داره. RGB بهشون حالا نوری هم گفته میشه، رنگ های نوری مثلا گوشی ما RGB هستن ولی CMYK برای چاپ مناسب تره. قسمت بعدی رزولوشن هستش که این قسمت هر چی به توضیح ساده و مختصر بخوام بهتون بگم، هر چی این رزولوشن یه حالا عکسی یا یه فایلی بیشتر باشه کیفیت و حجمش هم به همون صورت افزایش پیدا میکنه. و حالا ساختن میزنیم. اجازه بدید من اول کل این فضا رو بهتون نشون بدم با یه عکس. خب ببینید این صفحه سفیدی که باز می‌کنی بهش میگن آرت بورز. اینجا بهش این ابزارهایی که استفاده می‌کنیم تول بار هستش. استاتوس بار اون شماره آرت بورد ها رو بهمون نشون میده. منو بار گزینه های مختلف این نرم افزار رو بهمون نشون میده. کنترل پنل قسمت مهمی که حالا حالا آموزش باش رو آشنا میشیم. فلوتینگ پالت اون پالت های تنظیمات رو بهتون نشون میده. اینم که خطکش و همین کل فضای نرم افزار اینه، اصلا خسته کننده نیست و حالا به مرور باهاشون آشنا میشیم. خب ما برای بار اول این صفحه رو باز می‌کنیم با چنین حالا صفحه روبرو با این فضا روبرو میشیم که خیلی چیزا رو نداره. حالا برخی از منوها رو نداره، ابزارها رو نداره. برای این کار ببینید توی این ورک اسپیس
میتونید انتخاب بکنید. یکی میتونید برای خودمون بسازیم که مثلا من ساختم به این صورت هستش، رنگ ها رو تمام منوهایی که خواستم و اینا رو داره. از طرف دیگه میتونید، من بهتون پیشنهاد میکنم، واجب نیست که بسازین، قسمت اسنشن کلاسیک رو که بزنین یه منوی مختصری میاره، کار شما رو راه میندازه. شما میتونید حالا چیزایی که فکر میکنین مورد احتیاجتون رو استفاده بکنید. حالا من خودم برای خودم گفتم ابزارهایی که خودم احتیاج داشتم رو ساختم گذاشتم. میتونید از این منوها ابزارهای مورد نیازتون استفاده کنید. حالا بریم سراغ این ابزارهامون، تولبارمون. ببینید وقتی که روش کلیک میکنیم، یه کلیک راست که بکنین، ببینید بهتون نشون میده اسم هاشون رو و شورتکت هاشون رو. ببینید یه مسئله که هست، وقتی که زیر اینا یه مثلث کوچیکه، یعنی اینا یه زیر مجموعه ای دارن. یا مثلا این رو ببینید زیر مجموعه داره، اینو ببینید یه زیر مجموعه ای داره، و این مثلا این مربع مستطیله، حالا این دایره. منظورم از مجموعه اینه. حالا اینا ابزارهایی که پاک کنه، حالا به مرور باشون آشنا میشیم موقع استفاده کردن. یه دونه اینجا یه منو داره برای اینکه آرت بوردتون رو تنظیم بکنین. روش که کلیک بکنین ببینید این منوتون تغییر میکنه. اینجا میتونید تغییرش بدین. یادتونه اونجا اندازه ها رو تعیین می‌کردیم، یه A5 باشه، A3 باشه، تمام اندازه ها. اینجا دوباره جهتش رو میتونیم تغییرش بدیم، افقی عمودی است. این که میتونیم حالا آرت بوردمون رو اضافه بکنیم. اینجا میتونیم آرت بوردمون رو پاک بکنیم. و اینکه اینجا میتونیم اسم آرت بوردمون رو تغییر بدیم، که مثلا من اینجا میزنم فشن و دیگه چیزی که به دردتون بخوره. ببینید اینجا یه مسئله که هست، من یه ذره دورش کنم. خب ببینید شما میتونید اینجا با اینا اندازه هاش رو تغییر بدید. مثلا بزنین روی اینه، می‌بینید روش کلیک کردم دورش آبی شده. من میزنم 250 میلیمتر. اینم هم. خب وقتی که اینو میزنم این به این حالت تغییر کنه. حالا اگر روی این لینک کلیک بکنم و مثلا اینو تغییر بدم 500، همشون یه اندازه میشه، لینک میشه با هم دیگه. یه کار دیگه هم که میتونید بکنید که خیلی مثلا میتونه بهتون کمک بکنه، اینه که میتونید خودتون آرت بوردی که مثلا اندازش میخواین رو تغییرش بدید، یا میتونید اینا رو جابجا بکنید. تمام این کارهایی هستش که میشه انجامش داد. خب ببینین اگر که موستون رو از این فلش ها رو نگه دارین، اینا هم کوچیک بزرگ میشن، میتونید از اینجا تغییرشون بدین. اگر که بخواید برشون دارین هم که میتونید جابجاشون بکنید. همین. خیلی اینجوری خیلی براتون راحت تر میشه. این قسمت به پایان رسید. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. تا هفته بعد در قسمت بعد خدا نگهدار. خب امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. تا قسمت بعد خدا نگهدار.